سلام دوستان، چطورید؟ بریم ببینیم که بازیکن بارسلونا تو FC 24 5 سالگی کجا بازی میکنن. رافینا که رفته لایپزیگ، تورس توی بارسلونا مونده با این همه انتقاد که ازش شده و تبدیل به یک ستاره شده. ایلکای گوندوغان میبینیم که توی سن 36 سالگی هم هنوز توی بارسلونا مونده و انگار میخواد فوتبالش رو توی بارسلونا تموم کنه با اوورال 81. دیونگو میبینیم که هنوز توی بارسلونا تا سن 29 سالگی مونده و تبدیل به یک ستاره شده. آراخو هم میبینیم که تو بارسلونا مونده و تبدیل به یه ستاره شده با اوورال 91. ژائو کانسلو رو میبینیم که قراردادشو دائمی نکردن و برگشته لیگ برتر انگلیس. ژول کونده رو میبینیم که رفته سری آ ایتالیا تو تیم یوونتوس. ترشتگی رو میبینیم که هنوز نتونستن جایگزین مناسبی براش پیدا کنن و هنوز توی بارسلونا مونده. رابرت لواندوسکی رو میبینیم که انگار میخواد فوتبالش توی بارسلونا تموم